شکرانه از بهار که از نو رسیده ای، خرم نفس به پشت و هامون دمیده ای، رنگابرنگ سرخ و سفید و کبود باز، از آب گل با زمزمه گل آفریده ای. کلام بده شاعر بلجاسی فانی بودم. مرحبا بسید. آمدی دامن کشان بر کلبه احسان من، شرم می دارم که جان عالیت سازم نثار. خوش آمدید نوری دیده تاج سر. عزیزان دل، همه شما را بار دیگر به این بارگاه سخن و دیار شاعرخیزی نقیب خان طغرل خیر مقدم میگویم. و شاعر هر باری که یک چیز را میبیند، یک سنینی را البته یک شعر پیدا میشد. وقتی که باران ریزش را سر کرد، گفتنی هستم ریز باران آنچنان باریده بودی بر سری سبز من و دامان من. دوش ما بودیم بر هر قطره نزدیکتر، دست و پاتر کاکلان دختری همسایتر. در چنین یک روز آغوش مرا پر کرده بود با بهار سبز و باران، ریز باران. وارثی ارزنده طغرل سید برهان ما، آبروی و اعتبار و عزت و همشان ما، در محبت بی‌نظیر و در سخاوت نامور، در سخن در علم دانش فخر این دوران ما. من با کفکوبی شما نبیره محمد نقیب خان طغرل احراری سید برهان اکرام را به سر دعوت می‌کنم. السلام علیکم همدیاران عزتمند، مهمانانی که به خاطر دوست ما مرزا یوسف طاهری اینجا حضور داریم. من پیش از آن که درباره مرزا یوسف چند سخنی گویم، میخواستم منتداری صمیمی خودم و خانواده‌ام را با مقامات اجرایی ناحیه، به سرور معارفی ناحیه و با مردم خردمند و بسیار بالا مقام دهی زاسون و صدارت و ماموریت مکتبی به نام نقیب خان طغرل دهی زاسون که در تجلیل و بررسی جشن 150 سالگی نقیب خان طغرل میای بزرگ ما اینقدر خدمت‌های ارزنده کردند. سپاس، درود و منتداری خود را بیان نمایم. سری من قدم های شما دوستان عزیز. باری دیگر ما باز به ایشان طغرل برمیگردیم، ولی من میخوام چند سخن درباره دوستی عزیزم، دادری برادری عزیزم خودم، همچون آموزگاری ورزیده، همچون حافظی خوش سلیقه، همچون طبیب حاضر و شاعر خوشکلام چند سخن گویم. اولا من میبخشد خودم رو بگم که من سید برهان اکرام هستم، خط کرده همین مکتب هستم. بچگی من در همین مکتب گذشته است و در همین دهه گذشته است. از بس که خانه بابام در اینجا بود، من در همینجا کلان شدم. و پیش از آن که مرزا یوسف را تهنیت مبارکباد گویم، استادان ما که استادان یک جای هم را که امروز در بین ما نیستن به یاد آوردنی هستند. من و مرزا یوسف بسیار اینجا بودگی شخصانی که اینجا حضور دارند، از استادان مکرم و معظم چون عبدالسلام نظیف، عبدالله رجب، هدایت الله نصر الله، سید خواجه مزراب، رضاقل براتو، اسرار خان ملا خانو، ملا عابد زاهدو، استاد حلیم یارو، استاد انورخان انبیا خانو درسی حیات آموخته. حالا که آنها اینجا نیستند و مرحومند، یادشان بخیر و روان مبارکشان شاد بود. به یاد آوردن آنها دوام دادن این مجلس ما به منطق می بود. دوستان عزیز، نظامی گنجوی میگه که پرده روزی که سخن پروری است، سایه از سایه پیغمبری است. یعنی آن کسی که اهل ادب است، اهل علم است، اهل سخن است، وی را به سایه پیغمبر مانند کرده است. مرزا یوسف
از قبل مردان است که انسان است تو از احساس سرشار است و به هر چی پاک و براست سخت مانند است. انسانی شریف است، انسانی خاکسار و حلیم است. یک شخص است که در جمعیت در بین مردم مقام شایسته دارد. میرزا یوسف طاهری نیز خط کرده همین مکتب میانی به نام نخیفان طغرل است. بعد از ختم مکتب او با فاکولته تاریخی دانشگاه ملی تاجیکستان و شعبه تاریخ داخل شده، آن را با موفقیت به آخر رساند. بعد ختم مکتب چند مدت در مکتب میانی شهرک سرباده و سپس در دهی خود پتقین چند مدت آموزگار بود. او در دوام فعالیت کاریش خود را همچون پداگوگ اصیل نشان داد و از این جاست که چند مدت در مکتب دیشان سروری مکتب هم بود. وقتی که میرزا یوسف طاهری هنوز جوان بود، حافظی هم میکرد. حافظی یعنی اسباب‌های موسیقی مینواخت و در توی معرکه های مردم، در تنتنه های مردم حافظی میکرد، سرودخوانی میکرد و محبوب دلهای مردم بود. بعد ثانی‌تر آهسته آهسته از دوران آموزگاری، از دوران دانشجویی سر کرد، کم کم به شعر شاعری بعد پیدا کرد و آهسته آهسته شعرهای او به نشر رسیدند و مردم تنها علی جوانان علاقه از آثار و از روزگار میرزا یوسف طاهری آگاه کرد. و وقتای آخر او با یک جوان چه هنر کم است میگویند، وقتای او آخر او باز با یک کسی که خیلی به مردم ضروری شغل ورزیده است. این طبیبی است، کسبی طبیبی است و الان این کس طبیبی فخری تاجیکستان میباشند با سروری برادری شهرمندشان که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام ممالک اروپا مشهور هستند. ملازر طاهری که در اینجا حضور دارند با سروری همین کس با معالجه و درمانبخشی مردم نیازمند کمر بستند. تا این دم سک مجموعه شعرهای میرزا یوسف طاهری به طبع رسیده دسترسی مردم داشتند. هنوز وقتی که استاد حلیم یار سروری مکتب بودن، این کس کتاب یکمی خود، مجموعه یکمی خود را با نام پدیده عشق در همین جا روینامایی کرده بودند و مردم بسیار در اینجا شرکت ورزیدند. امروز این کس صاحب بغرض پدیده عشق یک مجموعه با نام گل خودروی زرفشان و مجموعه از همه مشهوره که این کس را در بین مردم خیلی مشهور و معروف کرد با نام طغرل اختربلند که با مناسبت تجلیل 150 سالگی شاعری شعر نخیفان طغرل بخشیده شده است و تمام شعرهایشان به همین شخص معظم بخشیده شده است. خیلی شهرت یاد گشتند. در این حال حاضر در مطبع فقط حاضر ما در آمده دیدیم که کمک کارهاش مانده بوده است. در مطبع باز یک کتاب نوبتی این کس با نام طلوع امید در دست چاپ است. این از چی شهادت میدهد؟ این از آن شهادت میدهد که میرزا یوسف همین وقت خود را بیهوده نمیگذراند و همه وقت در ایجاد و در پی تفاوت درمان مردم است. درباره شعرهای میرزا یوسف، صمیمیت شعرهای میرزا یوسف یک ساعتهای دراز سخن گفتن ممکن است، ولی من فقط در اینجا یک دو سه روبایه که میرزا یوسف به حضرت ایشانی نخیفان طغرل بخشیدند میخوانم برایتان. از جمله میگن که این کس خود را یکی از پیروان نخیفان طغرل میشمارند و میگن که سبق بگرفتم از دیوان طغرل، ز شعری لایق و شایان طغرل، بس آخند و ازل خوردم فراوان، من از یک کنجی دسترخوان طغرل. یا در روایت دیگر میگن که ای خدا در شاعری الهام طغرل وار ده، گر سخاوت میدهی
چون خواجه احرار ده من که خود مستی الست از شعر تغرل گشتم خواهمد از جام تغرل باده سرشار ده در جای دیگر میگم تغرل تو فخر اولادی منی فریاد رس به درد و ارمانی منی از مرگ تو 100 سال اگرچه بگذشت روزان شبان همیشه در یاد منی و هم در چه دیگر باز میگم به دستم دای ما دیوان تغرل ندیدم شاعر همسان تغرل شدم آشفته و ابگار و بیمار ز زخمی که رسید بر جان تغرل من در لحام از همین سوال بگرفتم از دیوان تغرل و این یک جوابی مختصر نوشتم سبق بگرفت چو او از دیوان تغرل نوشت او نامه با نام تغرل در آن مهر دلش را عرضه می داشت که او هم پیروی ایشانی تغرل در شهر دوشنبه علاقه مرزا یوسف در بین اهل ادب اهل روزنامه‌نگاران اما اهل علم ادب شهرت دارد علاقه مقام دارد در بسیار کنفرانس و سیمپوزیوم هایی که وابسته به این یا آن موضوعهای علمی برگزار می‌گردد یا وابسته به صحنه‌های تاریخی یا وابسته به یگان شاعر مرزا یوسف دعوت کرده می‌شود. بنابراین باز از این به مرتبه‌های بالاتر رسید به قله‌های بلند صنعت برای من باز افتخار آن است که من با این قدر که دوره جنبستی مکتب و مکتبیان هست سروری معارف ناحیه شریف کلاغیاس در اینجا اشتراک دارم. دوستان عزیز در وادی زرافشان بعد از سمرقند و بخارا دیهه‌هایی هستند که در آنجا نظر خدا رسیدگی من همین دیه‌ها را همچون دیهه پنجرود دیهه مزار شریف و دیهه زرسون می‌دانم. زیرا هم ابا عبدالله رودکی و هم لایق بزرگوار و هم نقیب خان تغرلی احراری مال همین دیار و الهام از همین مردم و ایجاد در همین زمین کردن. سلام علیکم دوستان عزیز. هر یک بخوری برای آدمای با معرفت یک غذای معنوی هست. من شاید دارم گپ زنم مرزا یوسف یه واسطه همین کسب طبیبی من سبب شدم همراهان بردم چون که من عموما از دوره‌ای که سایتی برفتم آدم‌های در جاهای جمعیتی در تالوها تئاترها تهاوت میکنم چون که در مد اول سخن نیست سخن آدم هم میکشد هم الهام میبخشد هم دیگر چیز و سالهای پیش چند مراتبه همراه خود سمرقند بخارا بردم وقتی که اونجا میرفتم یک از موزه میرفتم در باره تغرل چیز میگفتن برا در باره تغرل چیز مینویساندن سفرهای زیاد بود اینجا یک در باره کتاب جورابک مولوف گپ زدم که سال 1995 عالی مقام من با همراه شکرالله مختارов و فرهاد کریمov کتاب ترتیب دادم به جشن 50 سالگی جورابک مولوف در جمهوری که وضعیت وزنی بود جنگ جدال و کتاب چاپ شده نشد من ازبکستان بودم و من پولای کلان داشتم من 100 میلیون پول داشتم از اون جمله در ازبکستان دو تا تراکتور گرفته بودم که آماده راههای زاسون پتکن هموار میکنم وقتی که اونا گفتم ما پول تاجیکی نمیگیریم من هم تراکتورهای دادم برتر کرده کتاب جورابک مولوف بردم عالی مقام 15000 تیراژ یک دلار قطعه 15000 و اون تراکتور 7500 دلار است بعد آمدیم جورابک مولوف حاکم سمرقند زنگ زدن خدایخالق و اکرم همین کتاب‌های دستگیری کنید گفتم ما همراه مرزا یوسف کتاب‌های بردیم خیلی همه بیزنسمن‌های جیغ زدن گفتم که من همین یک 500 کتاب‌های دیگه جورابک حضورمیزدگی از زبان ازبکی حافظ دستگیری کنید گفتم بعد همه‌شو وای کردن کتاب‌های تقسیم کردیم یا 5000 کتاب سال از بین این کس درباره حاکمای سیاه رئیسش بود و بعد 3 روز که من پولتای میتیم
بعد 3 روز راه پول درست گشته، یک ماه گذشت دیگه پول نمیتیم. بعد میکردم من رفتم از نام رئیس ولایت هم مکتوب نوشتم که در همه سمرقند یک مرد بوده است، همون هم زن. من امروز هم همراه باید زن آمد. این کسا حاضر من بودم شما مرده، این کسا یک مرد. خلاص که همه سفرهای زیاد عجبه رفتیم، همون کتاب بردیم. خیلی کتاب سمرقند و بخارا رفت، همه چیز میموند از پیش کتاب. من ممکن 1-2 میلیون آدمای تازه‌رو و توبه کرده باشم و آدم‌ها اکثرتش مرده برخت. یکی انسان میموند کتاب من همین بزرگم اوسته همون کتاب یکمی اون کس پدیده عشق من مبلغ خودم قطع چاپ کردم از اون جمله 15 شاعر و نویسنده اینجا درباره تغرق که گفت شد کتاب قتل تغرق 30,000 تیراژ کردی $1 $15,000 من چاپ کردم به کرامو دادم. کتاب یوسف نورعلی 50,000 تیراژ کردی داده 20,000 شد $20,000 بیا هدیه کرده که فروش دو زندگیتون بینید کارتون پیش برید. پول 1 میلیون میرد دیگه پول کار کردن چه راهش یافتن در کار پیش بردن. خوش اکنون درباره مرزا یوسف من عنوان بهترین طبیب خلق تاجیکستان حاضر اینجا من 2 نفر که مرزا یخزی مرزا علی مردانوف این کس بهترین طبیب خلق تاجیکستان اوید با تفاوتی کسل‌های پست و چیست دیهابا آمدن همراه من کار کردم حاضر باید آسایشگاه ساختیم ببخشید نامتان یادم شد فقط فراموش میکنم مصطفی کل خیزت شما همه خودتون نشده یک از اکسپرسیز از بطریقی رسیه میراد بیت اکسپرسیز همونجا دعوت کردگی بگذارم خیلی کن با فرمی گفته همه شما دعوته نمید پیشون که که زن میگرم که چند میگرم یک از کمتر فرقنازا میتیم خوش اینجا که یک چند نفر استراحت کنند از شهر خوجان از اینجا که حالا که شما اکثر شما در اینجا هستید نمیدونید که آسایشگاه یک جای خیلی خوب شده جای من قزاقستان ما رفتم و وقتی که در جشن تغرق من اشتراک کردم اونجا من نوشتم که ارواح یک بزرگوار بعد 150 سال با همه راههای از عینی تا زلسان آباد کرد. یک آدم این است شفاعتش سطح آدم ها میرسد. خیلی من گفت زیاد نمی کنم کتابخانه تغرق من همین در پوتخین چند کتاب هم بود همین میکنم اینجا مرزا یوسف برای کتاب تغرق کافته رفتن سمرقند و بخارا رفتن من این کتاب آوردم پیش شما کافته نرید تا دیگر کتاب سالمی تیب و طبابات امسال از طرف وزارت تندرستی پیشنهاد شد همچون کتاب درسی برای دانشگاه انستیتوت طبی و آموزشگاه‌های طبی از آن جمله کتاب وعده دراج زالوتا 4 سال پیش همچون کتاب درسی تأسیس داده شد من حاضر با پیشنهاد کرده بودم پرزیدنت دستگیری کردم آینده انستیتوت کوراتولوژی میشد ممکن است که همین دهه خودم در آنجا ما آینده بیمارای کمتر کار کنیم اکادمی طب خلق تأسیس کنیم باش کتاب دیگر کتاب این کتاب‌ها همش مرزا یوسف هست من این کس کتاب نمی‌کنم مرزا طاهری کتاب شهربالی اینا کتابخانه ملی پیشتر کتابخانه فردوسی 7 نفر آدمایی که زنده بودن حالا منم زنده احرار مختارف و منصور حمید حسین نوشته کتاب من عموما اینجا تمام ترجمه حال مقاله‌های چاپ کردگی همه چیزا در اینجا داده شده و قریب یک کتابچه دیگر 100 درد و 100 درمان این 100 بیماری هایی که مثلا امروز علم طب هم چون بیماری حساب نکرده است نه که اینا در سطح جهانی ما یکم مراتب بیماری حساب کردم این بیماری بین آدم‌ها بخیلی، حسودی، ناتوانبینی، ویرانکاری با همه طرز تفاوتی در همینجا دادگی است. کتاب دیگر این آیده نسلی و تفاوت دیگر چیزا هستن مثلا ما حاضر پیش از فرمودن 2 آیده جوان که مثلا 3 سال 4 سال بود فرزند ندارن از پنجه که نمیدم مصلحت دادم تفسیر دادم مونده رفتم همه چی در کتاب هست کتاب نباشد مثلا ما همچون دکتر اگر کتاب هم نباشد بسیار چیزای فراموش میکنم حاضران در این کتابخانه شما با آوردگی 1,500 من کتاب آوردم برای که هر یک سالی که میبینم همونجا میبینم اروی همون تفسیر میتونم اما روز صبح باید چه بکنم خیلی خیلی گپ زدن کردم بسیار میشه اینا که بسپرم کتابخانه این که از اجرای تغرق همزفی ما همه مکتب یک از سردار استیفامو بودن وقتی مکتب خوندم و اینجا دوره چه بود؟ چه بود؟ نه خبرونو
Hayda. Hay. Hayırlı. Başta bazan odam derki olmakla. Kabarcığım merim roşun şolboşat roberi krujok mubuna veya şer yordulundan mobun bir zoboşi atomi man kafket dadasıma yakışo tiyarakıl kanday apko pişirsan şu koruman kandiniye. Boş pezon kaspi korun inkaz doyrum izin. Muhammed maktaba kondaki emin dehliz olsun bana. Oman man kuşuşu konam ki yak bokuri Allah'ida rozi jashni barodaram hast. و ما چی گفتنی هستم؟ مثلا امروز من دهم ماه گذشته علاقه دو مرتبه استانه به دعوت کردم من ترینینگ آدمای درس میتیم یاد میتیم آدمای توبت کردن نکنیم یاد دادن نکنیم که سالم باشن عمر دراز بینن من حالا برادرم مرزا یوسف 60 گفتم من حاضر برنامه کردم که چطور انسان باید 100 سال عمر بینن بیمار بشه حالا که وقتی که شما همه درباره سلامتیتون فرهنگ طبیتون بلند شد علاقه عمرتون دراز میشه خوش من ابروی توران همه با مدد کنم باینده خوب بالاتر بکنم روها آباد میشه پیشروی میشن من پرزیدنت امروز بسیار کارهای خیر کرده استادم من برادر ما مرزا یوسف آیستاسته برای اینکه کسر شدن گفتن شمار من میمورم گفتم اگر میمور دیگه باشه برادر حالا بروقته من رفتم حاضر شنبری بار برای اینکه یکی از عامل‌های سالم گرداندن تازه کردن روده‌ها آفنا کردن حاضر اونجا با همچون جانشینی سردکترم گویم یک اتاق کاری شده که کتاب آختی، سخن قطعی، گیاه آختی همه کار گرفتن سلامتی خصوصی رو نصب کردن یک کمش برای که چند بار همه بعد نیست بردن دمی همه خیلی ستار شد یاد که گرفتن نصب خدا خواهد برنامه من با افراد میکنن یاد میگیرن ممکن تا درسته دارم حساب ذخیره‌های ارگانیسم انسان زیاد است من نمیشد سخن من گشته به دختر شما بودم Yusuf der işkat, limonat yolu
तुझ्या